توی این کلیپ میخوام اجزای تشکیل دهنده ولو یا شیرهای صنعتی رو بهتون نام ببرم با کلی نکته. آیتم شماره 1 بادی یا بدنه که نحوه اتصال بدنه ها میتونه به صورت فلنجی باشه، میتونه به صورت رزوه‌ای باشه یا تردد، میتونه به صورت ساکتی باشه، میتونه به صورت باتولد باشه، به صورت ویفری باشه و لاک تایپ. حالا ویفری ها یک نوع شیری هستن که بین دو تا فلنج پایپین قرار میگیره و توسط استاد بولت بسته میشه، معمولا برای جاهایی که ما فضای کمتری داریم و نیاز به عملگر سریع داریم از شیرهای ویفری استفاده میکنیم. در رابطه با لاک تایپ ها، بدنه لاک تایپ میتونم بگم که بر فرض مثال شیرهای باترفلای یا شیرهای پروانه‌ای که سوراخ دارن به مانند فلنج بهش میگن لاک تایپ. آیتم شماره 2 بندآور شیر هستش که میتونه به صورت بال یا توپ باشه که توی شیرهای بال ولو استفاده میشه، میتونه به صورت دیسک باشه توی شیرهای چک ولو استفاده میشه و میتونه به صورت وج یا گوه باشه که توی شیرهای گیت ولو استفاده میشه. شماره 3 استم یا ساقه شیر. استم ها چند تا مشخصه دارن که بهشون میگن رایزینگ استم یا نان رایزینگ استم، منظور بالا رونده بودن و نبودنشه. یه اصطلاح دیگه ای هم که داره رزوه ساقه هستش که outside اسکرو و inside اسکرو، که شیرهایی که outside اسکرو هستن رایزینگ استم هستن یعنی بالا میرن و شیرهایی که inside اسکرو هستن هم بالا روندش وجود داره هم غیر بالا روندش. آیتم شماره 3 بونت یا درپوش شیر هستش که میتونه بولتد بونت باشه. توی شیرهای چک ولو به همین بونت یا درپوش کاور بونت هم بهش میگن. آیتم شماره 4 یوک یا محافظ یا بازوی بونت هستش. آیتم شماره 5 اکچویتر یا عملگر که به صورت هندویل دستی یا پاور اکچویتر داریم که توی شیرهای پنوماتیک استفاده میشه. آیتم شماره 6 سیت یا نشیمنگاه هستش. آیتم شماره 7 بک سیت که معمولا شیرهای گلوب ولو بک سیت دارن. آیتم شماره 8 پکینگ ست که مانع از نشتی سیال به بیرون میشه. آیتم شماره 9 گلند و آیتم شماره 10 گلند فلنج هستش. حالا توی ویدیو بعدی انواع شیرالات از نظر کاربردی رو به طور مفصل بهتون توضیح میدم.